دیروز بر اثر سیل در ولایت پروان افغانستان کمش 100 کس به هلاکت رسیده، بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده‌اند. اکثر مجروحان را به شفاخانه مرکزی ولایت شهر چاریکار انتقال دادند. به قول رئیس شفاخانه وضع اکثر نجات یافته ها جدی است. مقامداران محلی میگویند به احتمال زیاد شماره قربانی ها بیشتر است، زیرا مردم زیادی در داخل خانه ها زیر آب ماندند. در این حادثه بیش از 1000 منزل ویران شده است. او میخواستم از کنم که یار دبام بکشم، گفتم حالا این تونا نبیه بیا میاد دبام باشم. یک دفعه آمد که لبر تاف نفر خانواده هیچ نمیفهم کجاست. منصبداران محلی از حکومت افغانستان کمک فوری درخواست نمودند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به عائله‌های قربانی‌های این آفت تعزیه بیان نموده فرمان داده است که به آنها یاری رسانیده شود. تابستان در مناطق مرکزی و شرقی افغانستان بارش زیادی باران باعث آبخیزی و سیل و تلفات جانی و مالی زیاده می شود.